از 6 تا 13 اکتبر در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان چمپیونات جهان اوید به جودو برگزار می شود که در آن اشتراک تیم منتخب کشور ما نیز در نظر است. با مقصد آمادگی خوب دیدن به این چمپیونات بانفوذ با تشبث فدراسیون جودوی مملکت تیم منتخب جودوچیان کشور ما و مشق‌های دسته‌جمعانه فرا گرفته شد. مشق‌های ما از دو نوع عبارت بوده: سحر بگاه قریب که 2.5 ساعت سحر 2.5 ساعت بگاه ادامه یافته است. البته که این مشق دسته‌جمعی خود بچه‌ها که در چمپیونات جهان اشتراک میکنند مشق‌هایی که ما اما کمبودی‌هایی که در مسابقه‌هایی که گذشته بودند اصول‌هایی که بگیم که برار نمیگیره ما همواره و تکرار به تکرار اجرا میکنیم که حساب ملکه و مهارت حساب تاکتیک و تکنیک که ما یعنی در چمپیونات جهان خوشرو برآمد کنم بچه‌ها. مشق‌های دسته‌جمعانه جودوچیان کشور در تالار ورزشی نمودهای گوشتنی به نام استوپریان شهر خوجند و ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت دولتی تاجیکستان برگزار شده ایستادند. در این مشق‌های دسته‌جمعانه 12 نفر اعضای تیم منتخب کشور با همراهی دیگر گوشتنگیران با مهارت مملکت اشتراک نموده ملکه‌های مهارت خود را بالا می‌بردارند. و ورزشکاران مربیان پرتجربه سرمربی تیم منتخب تاجیکستان اوید به جودو محمد عبدالرحمانوف، سرمربی ولایت سوغد اوید به جودو استوپیروف و مربیان و ورزشکاران پرتجربه فریدون استوپیروف و کامرانشاه استوپیریان تمرین می‌دهند. در تالار ورزشی نمودهای گوشتنی استوپیریان مشق‌های دسته‌جمعی دسته یکچین جمهوری تاجیکستان برای تیاری به چمپیونات نوبتی جهان که در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌گردد دوام دارد. باعث قید است که امروز در این مشق‌های دسته‌جمعی از تمام مناطق کشور ورزشکاران بهترین جلب شدند. این اقدام از طرف کمیته کار با جوانان ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، فدراسیون جودوی مملکت و کمیته ملی المپی گذشته ساده است. طی این به هم آمدن ورزشکاران در یک تالار امسال فعال خوب است، فعال نیک است. هدف اساسی راه اندازی شدن این مشق‌های دسته‌جمعانه این پیش از همه بلند برداشتن ملکه مهارت ورزشکاران تیم منتخب کشور است تا آنها در چمپیونات جهان مهارت خوب نشان داده پرچم کشور عزیزمان را بالا بردارند. اشتراکچیان این مشق‌های دسته‌جمعانه از این اقدام سری وقتی بالیده روحند و نیت دارند با آمادگی همه‌جانبه به چمپیونات جهان رهسپار شوند.